به محبت پدر کلان شدن از یک زن مرد می سازد. چو خیلی دل مردانه لازم تا این همه سختی ها را تحمل کنی. ترانه بخشیده می شود و زندگی سخت و سنگین لیلا. نان دختری. امروز این ترانه قصه می کند از زندگی 18 سال به محبت به کمال رسیدن لیلا، از درد دل لیلا، از سختی های روزگار لیلا. نامی زیبا ولی زندگی تلخ. من در بطن مادرم 5 ماه داشته که پدرم از مادر جدا شده. همین گونه شروع کرد لیلا. نمیدانم سبب جدای آنها چی بود، اما همینش را میدانم که دل پدرم خیلی سنگین بوده است که چهره مرا ندیده از بحرم گذشته است. من تا سن 11 سالگی در خانه بابایم زیر چی میخورد و کجا است پروایی نداشت. او مهر پدری نداشت، او ما را نخواست. من چی گناه داشتم که از بحر من هم گذشت؟ عجیب است. این همه سؤال های بی جواب دیوانم میکنند. امروز ها فهمیدم که در سراغ من است، اما دیگر میلی برای دیدنش ندارم. من روز قیامت از او شکایت میکنم، از اونی که من طفلیم را با عذاب گذراندم در بدر مردم بی پدر. اما پدر صدا میکرد. خودم میگفتم مهر پدر چگونه است؟ آیا پدر همه مثل پدر من سنگدل باشد؟ پدر داشتن و پدر صدا کردن برای من خیلی بیگانه بود، خیلی. ولی من هنوزم تقوهایم رو دوست می‌دارم و به آنها مهر دارم. میگویند زیباترین دوران آدمی این زمان طفلی است، ولی من این سالها رو با یاد پدر و با غم و یتیمی و تنهایی گذراندم. دیگر چی گویم که من یک یتیمی بی پدری بودم که همه حرف بدم میزدند، سنگ ملامتی بی پدری می پرداختند. من 18 ساله شدم، اما بار پدر رو ندیدم. خیلی سخت است این احساس رو گفتن، خیلی سخت است. هر وقتی که عذاب‌های کشیدم پیش نظرم می آید، از پدری که نمیدانم کجا است و کی است نفرت می کنم. من بدون سایه پدر، بدون محبت پدر، بدون حمایه پدر کلان شدم و مادرم برایم هم پدر شد و هم مادر. من تلاش میکنم که دیگر مادرم رنجی نکشد، اما باور دارم که پدرم برای همه این جواب خواهد گفت. پدر سنگ دلم، سبب شدی که تمام عمر آرزوی صدا کردن کلمه پدر رو کنم. صد افسوس، صد افسوس. خدایا هیچ فرزندی رو بی پدر و محتاج دری کس نکن. آمین.